دستکاری عاطفی پنهان فرایندی است که در آن فرد سعی می‌کند تا به گونه‌ای پنهان یا تحت پوشش روی تصمیمات و احساسات دیگران تأثیر بگذارد. در دستکاری عاطفی پنهان اصولاً فرد سوء استفاده‌گر نیت اصلی و حقیقی خود را پنهان و نامشخص نگه می‌دارد. افراد سوء استفاده‌گر بر جنبه عاطفی قربانیان خود تمرکز می‌کنند، چرا که می‌دانند که احساسات شخص جنبه‌های اصلی شخصیت او را تشکیل می‌دهد. ترغیب تاریک را می‌توان تلاشی برای تحت تاثیر گذاشتن افراد به واسطه تکنیک‌های روانشناسی تاریک توصیف کرد. همچنین می‌توان آن را به عنوان فرآیندی توصیف کرد که از طریق آن افراد قانع خواهند شد اعمالی برخلاف خواسته و منافع شخصی خودشان انجام دهند. ترغیب تاریک عملی غیر اخلاقی است و انگیزه‌های پشت این عمل نیز برخلاف اخلاقیات انسانی است. فقط قل هوالله. ببین ما تو زیرزمینمون مار داریم. درست نخونی، حواستو جمع نکنی، میندازم جلو ما را. فهمیدی؟ درست بخون. نه یوم فصل یوم الفصل یوم الفصل کان میقاتا یوم چرا نخوندیش؟ برو کنار بشی ببینم. برو کنار. بخون. درست بخون. زود باش. بخون ببینم. با تو نیستم مگه نیدیش زهرا چجوری خون؟ بخون. زود باش. فقط قل هو الله بلده. انگار اینو دیگه کسی که بلد نیست. بخون.